همین الانم رژیم همچنان سعی دارد شما رو مرعوب و مایوس کند. واقعیت اما این است که از 2 هفته پیش تا به حال رژیم 10 بار ضعیفتر شده، در صورتی که متقابلا شما قوی‌تر و آماده‌تر هستید. مسیر پیشرویمان بسیار هموارتر شده، بنابراین از هر فرصتی استفاده بکنید برای ایستادگی در مقابل نظام، با خواندن سرود ایران، با شعارهای شبانه یا دیوارنویسی یا هر گونه نافرمانی دیگر. متحد باشید، قوی باشید، پیروزی از آن ماست.